به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی جذاب و زیبا شروع میکنیم. عشق، نوشته چارلز بوکوفسکی هستش. این کتاب در حوزه شعر و ادبیات جهانه و در سال 1399 توسط انتشارات شمشاد در تهران چاپ شده. لطفاً با من همراه باشین تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. ابتدا درباره چارلز بوکوفسکی برای شما مطالبی رو میخونم و سپس با هم کتاب رو ورق میزنیم. هانریش چارلز بوکوفسکی شاعر و داستان نویس امریکایی متولد آلمان بود. از او اغلب به عنوان نویسنده تاثیرگذار معاصر نام برده می شود و سبک او بارها مورد تقلید قرار گرفته است. بوکوفسکی در سال 1920 در شهر آندرناخ آلمان در خانواده هنری کارل بوکوفسکی به دنیا آمد. مادرش کاترینا فت یک آلمانی اصیل بود و پدرش را که یک آلمانی امریکایی بود بعد از جنگ جهانی اول ملاقات کرده بود. بعد از فروپاشی اقتصاد آلمان در پی جنگ جهانی اول، خانواده بوکوفسکی در سال 1923 به بالتیمور رفتند و بعد از پسنداز پول خانواده به حومه لس آنجلس مهاجرت کردند، جایی که خانواده پدری بوکوفسکی زندگی می‌کردند. در زبان امریکایی والدین بوکوفسکی او را به اسم هنری صدا می‌زدند. در دوران کودکی بوکوفسکی پدرش اغلب بیکار بود و به عقیده بوکوفسکی بددهن و بدرفتار بود. او بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان لس آنجلس، بوکوفسکی 2 سال در دانشگاه شهر لس آنجلس بود و دوره‌های هنر، روزنامه‌نگاری و ادبیات را در آنجا گذراند. در 23 سالگی داستان کوتاه عواقب یک یادداشت بلند مردود بوکوفسکی در مجله داستان چاپ شد. 2 سال بعد داستان کوتاه 20 تشکر از کاسلدان منتشر شد. در طول این مدت او در لس آنجلس زندگی می‌کرد، اما مدتی را در ایالات متحده سرگردان بود. کارهای موقتی می‌کرد و در اتاقهای ارزان اقامت داشت. بوکوفسکی در اوایل دهه 1950 در 30 سالگی در اداره پست لس آنجلس به شغل پستچی و نامه‌رسان مشغول شد، اما بعد از 2 سال و نیم آن را رها کرد. در 35 سالگی به خاطر زخم معده تقریباً وخیم بستری شد و پس از ترک بیمارستان به طور جدی شروع به نوشتن شعر کرد. 37 ساله بود که با شاعر و نویسنده باربارا فیری ازدواج کرد، اما آنها 2 سال بعد از هم جدا شدند. در پی این جدایی بوکوفسکی دوباره شرابخواری را از سر گرفت و به نوشتن شعر ادامه داد. او به اداره پست لس آنجلس برگشت، جایی که 10 سال قبل در آن کار می‌کرد. در 1964 یک دختر به نام مارینا لوئیس بوکوفسکی از او و فرانس اسمیت به دنیا آمد. اسمیت و بوکوفسکی با هم زندگی می‌کردند ولی هرگز ازدواج نکردند. بوکوفسکی زمانی که 49 ساله بود بعد از بستن قرارداد با انتشارات بلک اسپارو پرس و ناشر آن جان مارتین و داشتن حقوق مادام العمر ماهیانه $100 کارش را در اداره پست رها کرد و به نوشتن حرفه‌ای تمام وقت پرداخت. او در نامه‌ای در آن زمان در این مورد چنین گفته است: من 2 تا انتخاب دارم، در اداره پست بمونم و احمق بشم یا بیرون از اینجا باشم و وانمود کنم که نویسنده‌ام و گرسنه باشم. من تصمیم گرفتم که گرسنه باشم. کمتر از 1 ماه بعد از ترک اداره پست اولین رمانش به نام پستخانه را تمام کرد. از آنجا که بوکوفسکی به خاطر حمایت مالی مارتین و اعتمادش به او به عنوان یک نویسنده احترام می‌گذاشت، تقریباً تمام کارهای بعدیش را با انتشارات بلک اسپارو به چاپ رساند.
در 1976 بوکوفسکی لیندا لی بیلی را که صاحب یک رستوران بود ملاقات کرد. 2 سال بعد آن دو از شرق هالیوود، جایی که بوکوفسکی بیش از همه در آنجا زندگی می‌کرد، به بندر سن پدرو و اقصانقاط جنوب شهر لس آنجلس رفتند. بوکوفسکی و پیلی در سال 1985 ازدواج کردند. لیندا لی پیلی با نام سارا در رمان‌های زنان و هالیوود بوکوفسکی نام برده شده است. بوکوفسکی در 9 مارس 1994 در سن پدروی کالیفرنیا در سن 73 سالگی، اندکی بعد از تمام کردن آخرین رمانش، به دلیل بیماری سرطان خون درگذشت. مراسم تدفین او به وسیله راهبان بودایی انجام شد. بر روی سنگ قبر او این عبارت نوشته شده است: Don't try. تلاش نکنید. به قول لیندا لی بوکوفسکی، منظور از سنگ نوشته قبر شوهرش چیزی شبیه به این گفته است: اگر شما تمام وقتتان را برای تلاش کردن صرف کنید، آنگاه همه آن چیزی که انجام دادید تلاش کردن بوده. پس تلاش نکنید، فقط انجامش بدهید. خب، در مورد چارلز بوکوفسکی این نوشته کوتاه رو برای شما خوندم. لطفاً با من همراه باشید تا بقیه کتاب رو با هم کشفش کنیم. مترجم این کتاب علی همتیان هستش. برای پرنده آبی درون قلبم. کتابی که در دست دارید دومین اثر از سگانه گربه عشق نوشتن است. این سه اثر که توسط آقای ابل دویتو جمع‌آوری شده‌اند در انتشارات کنونگیت به چاپ رسیدند. شعرهای موجود در این کتاب دارای مضامین عاشقانه هستند. بوکوفسکی همواره خودش را بیشتر شاعر می‌دانست تا نویسنده و به واسطه شعرهایش بود که توانست به موفقیت برسد. شعر بوکوفسکی نمونه اعلان شعر پست مدرن امریکایی است. او با وارد کردن مضامینی خاص در شعرهایش توانسته فاصله زیادی میان خود و شاعران همعصرش ایجاد کند و لقب ملک الشعرای قشر فرودست امریکا را به دست آورد. شعرهایی با عنوان بی ربط را نیز میتوان جزء سبک نوشتاری او دانست. در ترجمه این کتاب تمام تلاش بر این بوده که با حفظ سبک و نوشتار بوکوفسکی همه شعرها به نحوی بازگردانی شوند که مخاطب بتواند بیشترین ارتباط را با آنها برقرار کند. امید است با خواندن این اشعار حظ کافی را از قلم این شاعر ببرید. مال من. زنیکه چاق خودش را ولو کرده. حس می‌کنم که داخل کله گنده‌اش مغز ندارد. و جالب اینجاست که هنوز زنده است. مثل خرس خمیازه می‌کشد و دماغش را می‌خاراند. چشم‌بندش را پایین می‌کشد. حالا وقت گفتن شب بخیر است و می‌خوابیم. همزمان در اسکاتلند موش‌های کور زیر زمین به زندگی خود مشغولند. سر و صدای ماشین‌ها را می‌شنوم و در دل آسمان دستی سفید رنگ تکان می‌خورد. شب خوش عزیزم. دسامبر 1957 این شعر رو نوشتن. توقف. زیر نور خورشید عاشق می‌شویم. در اتاق هتل متروکه بالای کوچه، جایی که ولگردها دنبال غذا می‌گردند، زیر نور خورشید عاشق می‌شویم. روی فرشی که از خونمان قرمزتر است، زیر نور خورشید عاشق می‌شویم. مردم کادیلاک معامله می‌کنند. زیر نور خورشید عاشق می‌شویم. عکسی از برج ایفل روی دیوار است. زیر نور خورشید عاشق می‌شویم. وقتی همه مردم مشغول کارند و این لحظه که تنها همین یک جمله در ذهن من است، گویی سالها طول می‌کشد. روزهایی هستند که زندگی متوقف می‌شود و همانند یک قطار روی ریل منتظر می‌مانیم. ساعت 5. گربه‌ها و بطری‌ها و ولگردها در کوچه سرگردانند. از پنجره بیرون را نگاه می‌کنم و با خود می‌گویم بالاخره پیدایتان کردم.
قدم میزنم و به این فکر میکنم که وقتی زندگی متوقف میشود کجا میرود؟ اواخر سال 1957 روزی که یک دسته پول را از پنجره بیرون انداختم و گفتم بچسب به عمه و عموم‌های پولدارت و پدر و پدر بزرگ‌هایت و دارایی کثیفشان و آن 7 دریاچه و بوقلمون‌های وحشیشان و بوفالوها و اصلا کل تگزاس با صدای تمام خروس‌هایش و قدم زدن لب ساحل در یک روز تعطیل و کتابخانه فسقلیت و مشاور دست و پا چرفتیت و هنرمندان دوزاری، همه اینها برای تو و روزنامه‌ات و طوفان‌های مهیب و سیل‌های ویرانگر و صدای گوشخراش گربه‌هایت و تلاشت برای زنده ماندن و قدرشان بدان عزیزم، قدرشان را بدان. می توانم دوباره کلنگ و تبر را بردارم و دست به کار شوم تا 25 چوق به جیب بزنم. 38 سال سن دارم، اما موهایم کمی جوگندمی شده. هنوز می توانم شعر بگویم گاهی اوقات و هرگز فراموش نکن که حتی اگر آنها پولی هم ندهند، شعر گفتن از انتظار مرگ و بوقلمون و حتی شروع دوباره زندگی بهتر است. دخترک گفت گم شو بیرون آدم مفخور. گفتم چی؟ گفت گم شو بیرون. حرف زدن مثل آدم را بلد نیستی. از زرزر کردنهایت خسته شده‌ام. مثل شخصیت منفور نمایشنامه‌های اونیل هستی. گفتم من با آن شخصیت فرق دارم عزیزم. گفت خدای من چقدر هم که فرق داری. وقت رفتن در را آرام ببند. گفتم اما عزیزم من عاشق پولت هستم. تو هیچ وقت به من نگفتی دوستت دارم. خودت انتخاب کن چه میخواهی؟ یک عاشق یا یک دروغگو؟ گفت هیچ کدام، فقط گم شو بیرون. اما عزیزم، برمیگردم به نمایشنامه‌های اونیل. به سمت در رفتم و به آرامترین شکل ممکن آن را بستم و از خانه خارج شدم. به نظرم همه چیزی که او نیاز دارد یک مجسمه چوبی است که فقط بله قربان گفتن را بلد است. من اما پیرمردی لجوج هستم و دفعه بعد باید نقش شخصیت بهتری را بازی کنم. تابستان 1959. شعر بعدی. دریا پرتلاطم است. بناخدا آشپز یا خدمه ای هم در کار نیست. تکه چوبی هم روی آب شناور نیست تا به آن چنگ بزنیم و باد غربی بادبان را مثل ناخن چیده شده جدا می کند و ما مثل گاوباز بیچاره‌ای که بین شاخهای گاو نیش گیر کرده این سو و آن سو پرت می شویم. و همیشه در گوشه شخصی هست که تمام این اتفاقات به یک ورش هم نیست. گربه به من خیره شده و در آشپزخانه بین ظرف‌های کثیف و بشقاب‌های گلدار گول می‌خورد. بیشتر از این نمی‌توانم تحمل کنم و گربه را از آشپزخانه بیرون می‌کنم. در ادامه کتاب کمی در مورد این کتاب توضیحاتی هست که برای شما می‌خونم. اشعار بوکوفسکی جزء بسیار قدررفته ترین کتاب‌های کتاب فروشی‌های امریکا هستند. نکته که گواهی بر نبوغ و محبوبیت بالای اوست. شعرهای این کتاب مضامین عاشقانه دارند. بوکوفسکی همیشه خودش را بیشتر شاعر می‌دانست تا نویسنده و به واسطه شعرهایش بود که شناخته شد. دوستداران ادبیات پست مدرن غرب به ویژه شعر پست مدرن امریکا از کتاب عشق چارلز بوکوفسکی لذت می‌برند. از چارلز بوکوفسکی نویسنده بزرگ در مورد عشق و دیدگاه او نسبت به عشق پرسیدند. او پاسخ داد
عشق شبیه مه اول صبح است، یک مه رازآلود و جذاب. اما لحظاتی بعد خورشید طلوع می کند و آن مه زیبا از بین می رود. از آن چیزی نمی ماند جز یک رویا. عشق فقط یک مه کوتاه رویایی است که با اولین پرتو روشنایی حقیقت از بین می رود. کتاب عشق دومین اثر از سگانه گربه عشق نوشتن چارلز بوکوفسکی، شاعر و داستان‌نویس تاثیرگذار امریکایی است. شعر بوکوفسکی نمونه اعلای شعر پست مدرن امریکایی است. او با وارد کردن مضامینی خاص در شعرهایش توانسته فاصله زیادی میان خود و شاعران همعصرش ایجاد کند و لقب ملک الشعرای قشر فرودست امریکا را به دست آورد. از طرفداران قلم شاعر و نویسنده توانا چارلز بوکوفسکی هستید، کتاب عشق برای شماست. کمتر نویسنده‌ای همانند چارلز بوکوفسکی استیصال و پوچ بودن زندگی عادی را چنان درخشان و صریح بیان کرده است. طنین انداز با صدای قدرتمند، خنده‌دار و متعالیش امروز به همان قدرت با ما صحبت می‌کند. این نوشته‌های او شامل طیف گسترده‌ای از موضوعات، از عشق تا مرگ و رابطه جنسی گرفته تا نوشتن را شامل می‌شود. او ماندگارترین نگرانی‌ها را در مورد وضعیت انسان شرح می‌دهد، با زبانی گزنده و در عین حال ادبی. بوکوفسکی با نگاه انتقادی از عمیق‌ترین آرزوها و عجیب‌ترین شگفتی‌های تجربه بشری صحبت می‌کند. غم‌انگیز و در عین حال امیدوار کننده. وی همچنین برخی از آثار به ویژه 2 کتاب از پاتریک رنو را پیش ساخته یا پس از روبرو ساخته است. چارلز بوکوفسکی یکی از مشهورترین نویسندگان معاصر شعر و نثر امریکاست و به گفته بسیاری تاثیرگذارترین و تقلید شده ترین شاعر آن است. امیدوارم از این کتاب زیبا لذت برده باشید و اگر خوشتون اومده برای خودتون تهیه کنید. بیشتر از این کتاب در اختیار من نیست که برای شما بخونم. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.